امیر بودو الان میاد. بودو امیر. مگه نگفتی صبح دیرتر میاد؟ شانس من یهو دیدیم. بودو امیر بودو. تمومه. من رفتم فیلم یه تیکه رو از دوربینا پاک کن که کسی نفهمه. کل ساعت‌های لوکس و برندمون رو دزدیدن. به مسیح خانم چی بگم؟ چی شده مصطفی؟ اینجا چه خبره؟ خانم بدبخت شدیم، بیچاره شدیم. اول صبح اومدن مغازه رو خالی کردن. خوش پام میشکست همچین صحنه‌ای رو نمی‌دیدم. یا خدا دوربینا رو چک کردی؟ ناکسا این کاره بودن، دوربینا رو خاموش کردن چیزی زد نشه. کل سرمایه‌ام از دستم رفت. کلی جون کنده بودم این مغازه رو پر کنم. بعد یه بیشرف اومده یه شبه هر چی داشتم و نداشتم از دستم در آورده. اونو می‌خواید زنگ بزنم 110؟ دیگه چه فایده داره؟ هر چی بوده بردن دیگه. تازه باید یه ساعتم وایسیم تا اینا بیان. من برم بیرون ببینم دور و بر ردی اثر چیزی ازشون مونده. باشه خانم. بازم ببخشید. من چیکار باید بکنم؟ آره ببخشید خانم یه لحظه. یه دقیقه گوشی جانم از ببخشید تمام محل دارن در مورد دزدی مغازه شما دارن حرف میزنن. من این همسایه روبرویتون هستم. بعد یه چیزایی رو دیدم که میخواستم بهتون بگم. واقعا؟ شما بفهمید به کارتون رسید. من با خانم صحبت میکنم. چی میگی یکیشون رو دیده؟ خانم تو رو خدا کمکم کن. کلی ساعت از مغازم برده. من درست کامل ندیدمش. فقط دیدم یه آقایی بود که لباس مشکی تنش بود، یه کیسه سفیدم تو دستش داشت میرم. مرسی خانم، کمک خیلی بزرگی کردید. حتما میریم با لباس مشکی پیداش میکنم. بفرمایید. زیر شما صفا عزیزم. باز هر چیزی که یادتون اومده به شاگردم اطلاع بدید. باشه. ممنون. خانم یه دقیقه میتونم وقتتون رو بگیرم؟ صبح اومدم رو تراس دیدم اون شاگردتون با یه آقای دیگه توی مغازه هستن. چی؟ شاگردم؟ مطمئنی؟ من از کیسه‌ای که توی دستش دیدم فهمیدم داره مغازه رو میزنه. گفتم یه عکس بگیرم بهتون نشون بدم محض اطمینان. میشه برام اینو بفرستین؟ خیر باشه خانم. هیچ وقت این وقت صبح نیومدین. آخه نگرانه چکایی که بابت این ساعتایی که دزدیده شده بود کشیدم. خدا رو شکر باز شد. خدا رو شکر. چه جوری؟ روزی که اومدی اینجا استخدام شدی اون سفتایی که دادی بین طلبکارا بخشش کردم. یعنی چی خانم؟ سفتای من چه ربطی به این قضیه داره؟ من از کجا بیارم الان پاسشون کنم؟ با مگه پول نداری؟ نه بابا خانم، من پولم کجا بود؟ حالا اینا رو ولش کن. یه عکس برات میفرستم نگاه کن نظر بده. خوبه واسه پاس کردن؟ خانم من نگران سفته‌ام. من الان موقع عکس نگاه کردنه. حالا عکس رو ببین بعداً راجع به اون موضوع صحبت میکنیم. چطور خوبه؟ خیلی خوب افتادی. من که میگم حیف پست نشه. خانم به خدا بهتون توضیح میدم.